السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درسي هفتم. حرف هوي مد سه هستن. حرف ألف، واو، يا، سه حرف. مثلا پیش از حرف الف، پیش از حرف الف کدام حرفی که نباشد با فتحه باشد. مثلا میگیریم حرف با، در بالاش فتحه دارد، با میخونیم. اگر بعد از حرف با یا اینکه دیگر حرف ها فرق ندارد کدام حرفی باشد، الف آید و الف به حرکت باشد، یعنی در بالا در تگ حرف الف یگان حرکت نباشد، در همین حالت ما حرف را میکشیم، با میگوییم. همین طور حرف واو، پیش از حرف واو کدام حرفی که نیاید، مثلا حرف با را میگیریم. حرف با در بالاش دامه دارد، این را ما بو میخونیم، نمیکشیم، فقط بو. وقتی که حرف واو میآید و در حرف واو هم یگان حرکت نیست، فقط حرف واو نوشته شده است و تمام، در این حالت هم کشش داده می شود، بو میخونیم. همین طور حرف یا، پیش از حرف یا کدام حرفی که نآید، مثلا میگیریم حرف سین، در تگش کسره دارد. کدام حرفی که نباشد در تگش اگر کسره باشد زیر، و بعد از همین حرفی که در تگش زیر یا اینکه کسره از یا بیاید، در این حالت ما میکشیم، میگوییم سی. مثلا از اول حرف الف کدام حرفی که نباشد با فتحه باشد، یعنی با زبر باشد، و بعد از همون حرفی که زبر دارد الف آید، الف یگان حرکت نداشته باشد، در این حالت ما میکشیم حرف را، میگوییم با یا اینکه تا یا اینکه ثا میگوییم. دوم حرف واو، کدام حرفی که نباشد در بالاش ضمه باشد یا اینکه به زبان تاجیکی پیش باشد، و بعد از همین حرفی که پیش از در بالاش واو است و واو یگان حرکت ندارد، در این حالت هم بو میگوییم، میکشیم، یا اینکه تو، ثو میگوییم، مثل که اعوذ، اعوذ میگوییم. سومین حرف یا، حرف یا، پیش از حرف یا کدام حرفی که نباشد در تگش کسره باشد، یعنی که زیر باشد، و بعد از همین حرفی که زیر دارد در تگش حرف یا آید و حرف یا در تگ یا در بالاش یگان حرکتی نداشته باشد، تنها حرف یا باشد، در این حالت هم ما حرف را میکشیم، میگوییم سی، جی، حی، مثل اعوذ بالله، بالله من الشیطان، شیطان. برای چی؟ برای اینکه حرف تا فتحه دارد، یعنی زبر دارد، و بعد از حرف تا و زبر الف است. الف یگان حرکت ندارد، همین حالت ما میخونیم شیطان، شیطان، نیر راجیم، نیر راجیم. برای چی جیم میگویم؟ حرف جیم، حرف جیم کسره دارد، بعد از حرف جیم حرف یا است که حرف یا یگان حرکت ندارد، یعنی تنها حرف یا نوشته شده است، جی، بعد حرف میم، راجیم. برای همین جیم را حتما باید ما بکشیم. خب شروع میکنیم از اولی درس. با، حرف با فتحه دارد، بعد از حرف با الف است که الف یگان حرکت ندارد، یعنی تنها حرف الف نوشته شده است. با، بو، بی،
تا، تو، تی، ثا، ثو، ثی، جا، جو، جی، حا، حو، حی. اهمیت تید بعضی حرفای هستن که مثل حالا خوندیم حرفی ح در بلاش دمه دارد حو، حرفی واو در بلاش ساکن دارد، اما در قرآن این طور را نمیابید. در بعضی قاعده هایی که یعنی برای قرآن یاد گرفتن است، در بعضی همین ها ساکن میمونند، اما ماندن ساکن حتمی نیست. برای همین نه همه وقت ساکن رو میبینید، اما در قرآن نمیابید. در قرآن هیچ چیز یعنی یگان حرکت نمیمونند. حی. خب خا، خو، خی، دا، دو، دی، ذا، ذو، ذی، را، رو، ری، زا، زو، زی، سا، سو، سی، شا، شو، شی، صا، صو، صی، ضا، ضو، ضی، طا، طو، طی، ظا، ظو، ظی، عا، عو، عی، غا، غو، غی، فا، فو، فی، قا، قو، قی، کا. کمک ملایم خوانده می شود. کا، کو، کی، لا، لو، لی، ما، مو، می، نا، نو، نی، وا، وو، وی. انمی حرفی واو بعضی آدما و میگویند، و، وی، وو. در حرف عربی، در زبان عربی حرفی و نیست، حرفی واو هست. و، وو، وی، ها، هو، هی، آ. همزه و الف در اکثریت وقت یک حرف رو یعنی یک آواز یک حرف است. آ، او، ای، یا، یو، یی. خود کسانی که گوش میکنند درس تا آخر، یک خواهش دارم که در پایان نویسند حرفایی که غوص خوانده میشوند چند تا هستند و کدام ها هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.